من عاطفه‌ام، به کانالم خوش اومدی. خوشحال میشم که منو ببینی و دنبالم کنی. اینجا جاییه که تمام نینی‌ها لباس اختصاصی خودشونو دارن. همراه من باش تا بریم سفارش‌های امروزمون رو آماده کنیم. اول بذار خودم براتون معرفی کنم. من عاطفه‌ام و اینجام نینی چاپه. کارمونم اینه که روی لباس نوزادتون هر طرحی رو بخوای اونم با بهترین کیفیت برات چاپ میزنم. حالا چی شد که من این کار رو انتخاب کردم؟ از اونجایی که من و همسرم یه فروشگاه بزرگ سیسمونی داریم، کلا به لباس نوزاد و وسایل نوزاد خیلی علاقه دارم و اینکه کار چاپ هم خیلی دوست دارم و از اونجایی هم که خودم یه مامانم دوست دارم که لباسایی که تن کوچولون باشه خاص و سفارشی باشه، چون روزای اول تا 2 سالگی کوچولوتون روزایی هن که هیچ وقت تکرار نمیشه و هیچ وقت دیگه کوچولوتون اون قدری نمیمونه. پس باید لباسایی تن کوچولوتون کنی که همیشه خاص و جذاب باشه. من با تولیدهای لباس زیادی کار کردم و بهترین جنس لباس رو برای چاپ انتخاب کردم و اینکه کیفیت چاپ ها من به قدری بالاست ازش اطمینان دارم که ضمانت شستشو دارن، یعنی شما هرچی هم بشوری از کیفیتش کم نمیشه. خلاصه که سرتون رو درد نیارم. شما برای اینکه یه لباس سفارشی داشته باشین میتونین طرح و متنتون رو برام ارسال کنین. منم اونو با بهترین کیفیت براتون چاپ میزنم. بعد از چاپ مثل شکلایی که الان دارین میبینین اونا رو برش میخوره و اینکه هر چاپ مختص به یه لباسه. پرطرفدارترین چاپ این ماهمونم یه کاری نکن به داییم زنگ بزنمه. دایی‌ها پرچماشون خیلی بالاه. سلام. به کانال مامانم خوش اومدی. اینجا برای نینی‌ها لباس چاپ میزنی. پسرم هم معرف حضورتون باشه آقا نویان، این که با دهن نشسته اومد جلوی دوربین و اینکه قرار همکار مامانش باشه توی کار چاپ. حالا بریم توضیح بدم که دارم چیکار میکنم. لباسای ما جنسش 100% پنبه است. توی این مرحله من لباسا رو میچینم، آماده میکنم که برای هر سفارش چه چاپی بخوره، چه سایزی بخوره و همه اونا رو تنظیم میکنم و میره برای چاپ. اینم بگم که ما توی نینی چاپ از سایز 0 تا سایز 6 رو موجود داریم، یعنی از بعد و تولد تا 2 سالگی کوچولوتون. برای روزای اول کوچولوتون میتونید سر همی و ستای بیمارستانی و از سایز 2 0 0 و 1 سفارش بدید. توی این مرحله چاپامون آماده شدن و ما باید لیبلا رو از همدیگه جدا کنیم. این مرحله یه جورایی حس آرامش رو به آدم میده، یه جور تراپی میمونه. خدایی کیفیت رو داریم. و اینکه یه چیز جالبم بهتون بگم، تمام مشتریایی که به ما سفارش اسم میدن، یعنی با کلاس ترین اسما، خاص ترین اسما اینا رو دارن، یعنی قشنگ مشخصه که کسی که این سفارش رو میده یه مامان با سلیقه است که میخواد روزای اولش رو با یه اسم خاص شروع کنه. توی این مرحله باید بسته‌بندی‌های ارسالی رو آماده کنم. من برای بسته‌بندی از این کارتون‌های جعبه‌ای استفاده میکنم، چون یه حالت هدیه داره که خیلی جذابه و اینکه یه بسته‌بندی خاصی میشه. اونا رو به ترتیب میچینم، هر تعدادی باشه روشون لیبلایی که نیاز داره رو میذارم و آدرس تک تکشون رو مینویسم و بعدش سفارش ها داخل هر جعبه مخصوص خودش میره. اینجا آدم باید خیلی حواسش باشه که سفارش رو اشتباهی برای آدرس دیگه نفرسته. ولی خب من سعی میکنم که همشو با نظم و ترتیب انجام بدم و اینکه تا حالا هیچ کدوم سفارش اشتباهی ارسال نشده، خدا رو شکر. اینم بگم بعد از کار کردن تو معدن، کار کردن با یه بچه کوچیکه. ممنون از نگاهاتون و اینکه خوشحالم که همراه من بودین. تا سفارش بعدی، خدافظ.